آنها که دارن به هم دیگه زل میزنن. بیا به هم دیگه زل بزنیم. پس تو بزرگترین قمر در منظومه شمسی هستی. آره، باید بد زده باشم تو ذوقت که رتبه دومو داری. ما که هم اندازه همین. شعاعت چقدره؟ 1600 مایل. و تو؟ من 1635. ها شعاع من از تو بزرگتره. آره. پسرای خود نما. گمونم تو اونقدرام غول پیکر نیستی، مگه نه تیتان؟ شاید. بهت تبریک میگم گانیمه. یه جور رفتار کردی که اصلا برات مهم نیست. تازه دورزنیم افتاد. تا از آن بزرگتری و اونم براش مهم نبود. آره، تایتان آب داره که میتونه دارای حیات میکروبی بشه. وایسا چی گفتی؟ منم اقیانوسای عمیقی دارم. تو هم داری گانیمه. چی گفتی؟ تو اصلا به حرفای مشتری گوش نمیدی. پس بازم شبیه منه؟ چیه؟ حسودیت میشه؟ نه، اتفاقا برعکس. این یعنی حق با منه. قمرها میتونن مثل سیارات باشن. ما رو داری کجا میبری جناب ما؟ به دیدن تایتان. پس تایتانو گروگان گرفتید، همین جوری که ما رو گروگان میگیرید، درسته؟ ما به خواست خودمون دنبالش میریم. خب پس قضیه چیه؟ خب یکم پیچیده بگو، است. ما فرصتی نداریم. ما نشانه هایی از حیات روی تایتان پیدا کردیم. حالا اون داره تلاش میکنه راهی پیدا کنه تا قمرها بتونن مثل سیارات توی مدار حرکت کنن. محاله، غیر ممکنه. چرا داره اینو میگی؟ ما کوچیکیم و به سیاره های بزرگ متکی هستیم. اونا هیچ وقت به ما احترام نمیذارن چون ما رو در حد خودشون نمیبینن. خب تایتان هنوزم یه امتیازه. یه امتیاز خوب باعث نمیشه که همیشه بخوای آزاد باشی. کسی چیزی گفت؟ او کی این کارو کرد؟ خودتو نشون بده. نه، اون سورسه. یه چیزایی درباره غلبه بر سیارات گفته بودی کالیستو. سیاره کوچیکیه ولی نباید زیاد فرق داشته باشه. بیاین بریم. نظرت چیه آروپا؟ این تایتان درگیر یه چیزیه یا اینکه زده به سرش خل شده. با این گروهی که راه انداخته میشه گفت دومیه. هنوز نباید جدی به این موضوع نگاه کنیم. پیامدش خیلی بزرگه. نمیدونم، مگه قرار نبود بعد از پیدا شدن تایتان اونو به زحل تو برگردونی؟ گفته بودی که این یه ماجراجوییه. اصلا چه بهتر خودت سفر رو انتخاب کردی یا اینکه بذاری سفر تو رو انتخاب کنه؟ مشخص شد دست پرورده خودم یا آروپا. حالا بریم. وایسا چی؟ یه بار اونجوری که مریخ داشت ازش فرار میکرد انتظار داشتم خیلی بزرگ باشه. واقعا اون یه سیاره است؟ سیاره کدوله؟ خودم میدونم، به نظر میاد جزوی از خانواده سیاره هاست. او توی عوضی. آره، بهترین راه فراره. نمیتونم باور کنم که سورس از ما فرار کرد. مریخ که یه سیاره خیلی بزرگه ازش خیلی میترسم. شاید دوستتون تایتان دیوونه نباشه، زودتر بریم. و بعدش فضانورد اینو گفت. اون یه نوع حیات میکروبی داخل سطحم پیدا کرده و منم به نتیجه رسیدم زمان تغییر رسیده. همونجا تصمیم گرفتم دیگه بر نگردم زحل تا بفهمم چطوری میشه اوضاعو عوض کرد. حالا چیزی هم تو فکرت هست؟ نقشم اینه چند تا قمر جمع کنم. خب دفعه بعد که سیاره هامونو دیدیم خب همه با هم احتساب میکنیم. آره، دخلشونو میاریم. چی؟ خوشم میومد که آفرین. گوش کن تیتان، وقتی زمین بهت گفت قمرها باید حد خودشونو بدونن چه حسی داشتی؟ حس بدی بود. مثل یه مشت که به صورتت اصابت میکنه. شاید حالا وقتی یکی با مشت کوبید تو صورتت، تو با یه اعتصاب دوستانه جواب نمیدی. اما من نمیخوام شبیه اونا باشم. میدونی از داستان چی فهمیدم؟ وقتی که اون شازده تو رو دید احساس ناامنی کرد، چون زمین تا زمانی برتره که رقیبی نداشته باشه. اینجوری احساس خطر میکنه. الان میگی چی کار کنیم؟ خب فکر کنم دیگه داریم میرسیم. مطمئنی گم نشدیم؟ آره سلام، برگشتی؟ دیدی؟ میدونم دارم کجا میرم. اونا کی هستن؟ اینا فوبوس و دیموسن. ما سه تا تنها قمرهای مسیر سیارات سنگی هستیم. چند تا از شما سمت سیاره های گازی هستید؟ از چیزی که تصور کنی زیادترین، بیشتر از 200 تا قمر. به هر حال ما 2 تا از قمر مشتری رو پیدا کردیم. خب اونا ما رو پیدا کردن. چه؟ گانیمت اینجاست؟ گانیمت. این دوستای جدیدت کیه؟ درست مثل اونایی که پیدا کردین 2 تا قمر مشتری.
سلام قمر زمین، برگشتی؟ آره مسیر کوتاهی رو طی کردم و با یه سیاره کوتوله جنگیدم. واقعا؟ آره ما سه تا یه درس حسابی بهش دادیم. فکر کنم راست میگفتی گانیمد. معلومه که راست میگم. منظورت چیه؟ اونا قرار نیست به ما تو اعتصاب کمک کنن؟ قرار نیست اعتصاب کنیم ما. داری شوخی میکنی دیگه. سیاره‌ها فکر میکنن برترن، ولی شماها فقط یه سیاره کوتوله رو ترسوندید و من شک دارم شماها حتی بهش حمله کرده باشید. اگه ما سر و صدا نکنیم اونا بهمون گوش نمیدن. تنها راهی که بهمون احترام میذارن اینه که شاهزاده کوچولو رو بکشیم. منظورت این نیست که ما میخوایم زمین رو نابود کنیم. تو با ما هستی یا نه؟